این دوستان بعد از دیدن تریلرهای اونجرز دومزدی و فیلم فانتاستیک 4 میشه یه نتیجه گیری اخلاقی در مورد اونجرز دومزدی رسید. اینکه آقا چه تو تریلری که کاپیتان آمریکا بود، چه تو تریلری که تور بود و چه توی فیلم فانتاستیک 4 میبینید که آقا بحث بچه خیلی داره بولد میشه. میبینید آقا کاپیتان آمریکا یک بچه داره، میبینیم سوری یه دختر خونده داره، میبینیم فانتاستیک فور یه بچه دارن، فرانکلین رو دارن، که آقا نشون میده بحث اونجرز دومزدی در مورد بچه است، در مورد نسل نوع، در مورد آینده است، در مورد امیده و این خیلی امیدوار کننده است. و اینکه آقا نتیجه گیری که میخوان داشته باشن برای همچین فیلمی در مورد بچه ها باشه به نظرم جذابه، چون هر فیلم و سریالی در این حیطه اومده موفق در اومده، چون یک چیز کاملا جذابیه. تنها مشکل من با اونجرز دومزدی اینه که آقا رقیب و رایول واقعی دوم فانتاستیک فوره. نمیشه که آقا شکست دادن و آرک نهایی رو سپرد دست کاپیتان آمریکا. باید حتما دوم توسط 4 شگفت انگیز شکست بخوره، چون اصلا اصل کار اونه، یا توسط مردن کابوجی چون به هم ربط دارن بازم. ولی اینکه کاپیتان آمریکا یه فاکتور رادیکال میشه این وسط یه قدر داستان رو به جای ناخوشایندی میبره. ولی من بعد از دیدن این تریلرها امیدوار شدم و مطمئنم یه چیز خوب قراره بگیریم.